دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام یه غذای زودتندسری بهتون آموزش بدم، چون جمعه است و من حسابی گشنمه. رفتم بیرون که ماهی بگیرم ولی ماهی تازه و زنده پیدا نکردم. خلاصه این شد که میخوام یه غذای سریع درست کنم. ساعتم الان فکر میکنم تقریبا 6 باشه و من هنوز نهار نخوردم. بنابراین خیلی زود ما بریم برای درست کردن مرغ ترش گیلانی که مواد لازم زیادی هم نمیخواد. همیناست که دارین روی میز میبینین. برنجم من خیس کردم گذاشتم اونجا که بعداً بذارم دم بکشه و یه برنج کتم با هم درست کنیم. برای درست کردن این غذا، حالا اگه ما میتونستیم مرغ رو از 1 ساعت 2 ساعت قبل مزه دار کنیم بهتر بود، ولی خب گفتم دیگه یه مقدار عجله دارم و گشنمه دیگه، مزه دارش از قبل نکردم. فقط همینجا من بهش نمک و عرضم به حضورتون که فلفل سیاه و اینم از زردچوبه رو اضافه میکنم و مرغ رو یه مقدار توی همین تابمون سرخ میکنیم. روغن میخوایم که من روغن رو میریزم توی تابه و اینم از روغنش. حالا مرغ رو توش سرخ میکنیم. مرغ برای این غذا 2 بار سرخ میشه، یعنی تو روش سنتیش 2 بار باید ما مرغ رو سرخ کنیم. این ادویه‌ها رو قشنگ به مرغا آغشته میکنیم، یعنی مرغا رو ببخشید به ادویه‌ها آغشته میکنیم. و بعد تو مرحله اول من چرا مرغ رو سرخ میکنم؟ 2 تا دلیل داره. یکی اینکه خب خوشمزه تر میشه کلا مرغ سرخ شده، و دلیل دومش هم اینه که مرغ حین پخت وا نمیره. خب همه جای مرغمون آغشته شده به ادویه هایی که بهش اضافه کردیم. حالا نکته ای که داره، مرغ ترش گیلانی رو یه مقدار مرغش رو خردتر میکنن، کوچیکتر باشه، ولی من برای اینکه یه جلوه‌ای داشته باشه و ظاهر بهتری داشته باشه خیلی کوچیکش نمیکنم. یه سینه یه رون. اینورم روغنمون که یه مقدار داغ بشه مرغا رو توش سرخ میکنیم. هنوز داغ نشد. خب من دستم رو یه آب بزنم. خب داشتم میگفتم مرغ برای این غذا 2 بار سرخ میشه. یه بار مرحله اولش سرخ میکنیم که حالا هم خوشمزه تر بشه هم حین پخت وا نره. یه بارم آخرش با شعله کم و روغن میریزیم، با شعله کم میذاریم سرخ بشه که قشنگ مرغ سرخ شده داشته باشیم. غذای شمالی اونقدر سالم به اون معنی که حالا در حال حاضر میدونیم نیستن. روغن زیادی توشون استفاده میشه ولی خب خیلی خوشمزن دیگه. هر کسی که تجربه رفتن به شمال و گیلان رو داشته باشه و غذاهای گیلانی رو خورده باشه میدونه که این غذاها فوق العاده خوشمزن. ما برای مرحله اولش میخوایم فقط مرغ رو سرخ کنیم که اون منافذش بسته بشه و حین پختن توی خورشت وا نره. خب روغنمون که یه مقدار داغ شد من مرغا رو بهش اضافه میکنم و 2 طرفش رو خیلی کم میذارم که سرخ بشه. حالا تا این یه ذره سرخ میشه من سیب زمینیارم خورد کنم. این غذا یکی از جذابیتاش همین سیب زمینیه. سیب زمینی سرخ کرده بیش از مقدار لازم. سیب زمینی هم که دیگه سرخ کردنش رو بلدید. البته یه سری نکات رو اگه رعایت کنین سیب زمینی سرخ کردتون خیلی بهتر میشه. حالا چه نکته هایی؟ این که سایز سیب زمینی که سرخ میکنین 1 دست باشه، یعنی یکیش بزرگ نباشه یکیش کوچیک. این خیلی نکته مهمیه. پس به همین صورتی که میبینید سعی کنید که با حوصله سیب زمینی ها رو 1 اندازه سرخ کنید. خورد کنید، ببخشید 1 اندازه خورد کنید. این ویدیو من گفتم یه تفاوتی با باقی ویدیوهایی که توی پیجم میذارم داره و اون اینه که قرار نیست بعداً روش صدا گذاری کنم. همین الان میخوام روش صدا رو بذارم و حین آشپزی صحبت کنم. اینه که حالا یه جاهاییش احتمالاً توپق بزنم، یه جاهایی چیزایی رو اشتباه بگم، ولی خب تجربه است دیگه. میخواستم امروز برم ماهی بگیرم که ماهی سرخ کنم برای غذام و شاید مثلا ویدیوی
ماهی شب عید رو هم ضبط کنم و ادیت کنم که آماده داشته باشم. رفتم دیدم ماهی قزل‌آلای زنده پیدا نکردم. خب زنده بودنش هم خیالش راحت تره دیگه. حالا من متاسفانه الان تهرانم و اینجا یه ذره اعتماد به این که حالا ماهی‌ها تازه باشن و اینا سخته. ولی اگه گیلان بود باز آدم خیالش راحت تر بود، 4 تا دوست و آشنا و اینا هم داشت. ولی اینی که من بخوام توی تهران ماهی مرده بگیرم یه ذره ریسکیه. واسه همین پشیمون شدم دیگه، اومدم خونه ماهی نگرفتم. حالا ماهی نگرفتم ولی یه چیزی گرفتم. بذارید بهتون نشون بدم. آقا ببینید چی گرفتم. باقالی. امیدوارم دونه داشته. میدونین کیلو چند؟ نه دونه داره. کیلوی 40,000 تومان. باورتون میشه؟ کیلوی 40 تومن باقالی گرفتم که باقالی خام بخورم. میدونید دیگه گیلانیا با غذاشون چیزای زیادی میخورن. مثلا اشپل ماهیشور که خامه ولی شوریده است، البته خام محسوبه، خیلی من دوست ندارم حقیقتش، ولی گیلانیا میمیرن براش. و باقالی خام. باقالی خام من نمیخوردم. باقالی خام من نمیخوردم تا عرضم به حضورتون که 4-5 سال پیش. دیگه بچه‌ها میگفتن بابا چرا باقالی نمیخوری تو فلان، خیلی خوشمزه است. من یه دونه میخوردم میدیدم واقعا نمیتونم. یه بار 4-5 سالیش با دوستم رفتیم رستوران، گفتش که آقا با این کباب این باقالی رو باید خورد و خیلی خوبه و فلان. دیگه من گفتم باش بده بخوریم. آقا خوردم باقالیه رو، خوشم اومد. خوشم اومد دیگه، همون دیگه از اون موقع میخورم و واقعا هم لذیذه. میگن ذائقه آدما هر 7 سال یه بار تغییر میکنه. شنیدین شما چنین چیزی؟ حالا من قبلا میرفتیم باغ مادر بزرگم، همون گیلان سمت جمعه بازار بود. میرفتیم اونجا و خلاصه نمیدونم صدای ماشین لباسشویی داره ضبط میشه یا نه، ولی این داره واسه خودش اینجا زوزه میکشه. این سامسونگ واقعا چون تسمه داره صدا هم داره. ماشین لباسشویی LG بگیرید خیال خودتون رو راحت کنید. خلاصه آقا ما میرفتیم باغ مادر بزرگم اینا، بعد باغش پر باقالی بود. با پسرعموم اینا و اینا عموم اینا هم میرفتیم اونجا، بعد اینا حمله میکردن به باقالیا خام خام، یه جوری با ولع میخوردن. منم هوس میکردم، یه دونه میذاشتم دهنم، میدم این چیه بیمزه بدمزه در واقع، اصلا نمیتونستم بخورم دیگه. خلاصه دیگه از همون موقع ما باقالی نخوردیم تا همین 4-5 سال پیش که دوستم گفت اینو بخوری خوشت میاد. دیگه ما هم دوباره تست کردیم خوشمون اومد و دیگه بعد از اون باقالیه رو خوردم، ولی با اشپل هنوز نتونستم کنار بیام. حالا مخلفات کنار غذای شمالیا مثلا زیتون پرورده، کاله کباب، ارزم به حضورتون که همین باقالی و سیر تازه و من همه چی رو اوکی هم، اتفاقا خیلی هم دوست دارم، ولی این یه مورد یعنی اشپل و متاسفانه نتونستم باش کنار بیام. اتفاقا قیمتش هم گرونه، یعنی یه اشپل الان بخوای بخری فکر می‌کنم 200 تومن 300 تومن پول اشپل. اشپل چیه؟ تخم داخل شکم ماهیه که شوریدش میکنن و خلاصه میخورنش دیگه کنار غذا، یه انقدر مثلا با هر لقمه‌شون میخورن. حالا یه ترکیبی هم شمالیا دارن که برنج سرد، باقالی خام، سیر، گردو، برنج سرد کته، اشپل، خلاصه اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنن میزنن. میگن این ترکیب باید سعادت داشته باشی که نصیبت بشه که این ترکیب رو بتونی بخوری. حالا من همش اوکی هم جز اشپل دیگه. خلاصه آقا سیب زمینی ها رو که ما یک دست خورد کردیم و هم سعی کردیم که همشون هم سایز باشن. حالا چرا؟ برای اینکه اینجوری بهتر سرخ میشه دیگه. شما اینجوری سیب زمینیاتون چون هم سایزن همزمان با هم سرخ میشن، اینجوری نمیشه که یکیش سرخ شده یکیش هنوز خامه و اینا. بعد یه نکته هم که موقع سرخ کردنش باید رعایت کنیم، حالا من کاش اینو موقع سرخ کردنش میگفتم، یه نکته‌ای که باید رعایت کنیم اینه که خیلی ظرفو پر نکنیم. مثلا مامان من همیشه هم سر این باش بحثم میشه، بهش میگم مامان مثلا من دارم غذا درست میکنم یه دقیقه حواست مثلا باشه این سیب زمینی رو مثلا تو سرخ کن. میرم اونور میام میبینم
روغن ریخته تو تابه، بعد همه این سیب زمینی ها ریخته توش. میگم خب مامان اینا همه ریختی رو هم، این خوب سرخ نمیشه که، این باید یه فضایی داشته باشه. یعنی من حالا اصطلاح خودم میگم این 4 تا سیب زمینی که الان تو این روغنن یه فضایی داشته باشن برقصن توی روغن، این باعث میشه که سیب زمینیه قشنگ سرخ بشه. ولی خب رعایت نمی‌کنی. مثلا میگم مرغ سرخ کن، میندازن مرغا رو تو هم دیگه. میگم مامان اینجوری خوب سرخ نمیشه که، اگه میخوای قشنگ سرخ بشه یه ذره وقت بذاری دیگه. این که میگن با عشق آشپزی کردن همینه. من واقعا عاشق آشپزی کردنم، وقت میذارم برای این کار. حالا الانم مثلا خب آقا ساعت 6 من هنوز نهار نخوردم، ولی دلیل نمیشه که یه غذای بد بخورم. میذارم آقا حالا مثلا همین غذا رو میشه ساعت 7:30 خورد، میشه ساعت 8 خورد. 8 یه غذای فوق‌العاده‌ای که هر کس ببینه میگه واو. 7:30 یه غذایی که حالا خوشمزه است ولی خب دیگه اگه اون 18 بگیره غذای ساعت 8 20 میگیره و من سعی میکنم همیشه غذایی درست کنم که 20 بگیره. خلاصه اینم از سیب زمینیای ما که من یک دست همشون رو خورد کردم. دیگه این بغل ما چی میبینیم؟ پیاز و گوجه. یعنی این غذا کنارش سیب زمینی سرخ کرده داره و گوجه سرخ شده. پیاز در چیه؟ این پیاز داستان داره. پیاز برای غذای ترش کباب گیلانی که در مورد اسمش صحبت کنیم که اصلا چرا ترش کبابه. پیاز خیلی طرفدار داره. این پیازو میذارن با غذا میپزه، خیلی خوشمزه میشه. این طعم میگیره قشنگ. این سرش دعواست. یعنی غذا رو که میارن سر سفره، من 3 تا گذاشتم دیگه خودم میخورم، ولی وقتی غذا رو میارن سر سفره چند نفر همه میخوان پیاز بردارن، خلاصه کم میاد. اینه که سعی کنین اگه این غذا رو درست میکنین برای هر نفر یه دونه پیاز کوچولو بندازین تو خورشتتون. حالا ما برای اینکه این سیب زمینیمون خوب سرخ بشه باید نشاستش رو ازش خارج کنیم. میذارمش تو آب سرد. خب من توی چی بریزمش که بذارمش تو آب سرد؟ میریزم تو این ظرف، روش آب سرد میریزم، میذارم قشنگ شسته بشه این نشاسته هاش و بعد آبکشش میکنم، میذارم خشک بشه که بعداً سرخش کنم. تقریباً یه رو 20 دقیقه من این سیب زمینی ها رو میذارم توی آب سرد. خب. اینم از سیب زمینی هامون، اینم آب سرد. خب. اون بمونه اونجا. این مرغمونم که بستشه. ببینید من چقدر سرخش کردم از اینجا، نمیدونم معلومه یا نه، ولی در حد همین که فقط موقع پختن مرغ وانره یه مقدار سرخش میکنم. 2 طرفش که سرخ شد بعد میریم سراغ باقی کارم. خب این از مرغامون. حالا این ورش هم سرخ شده. اینم برنج کتمونه که من از تقریبا 2 ساعت پیش خیسش کردم. برای درست کردن برنج کته بذارید اینجا، حالا دیگه داریم صحبت میکنیم اینم بگم دیگه. ببینید من برنج که شستم خیلی آروم با آب سرد، نه آب گرم، با آب سرد که برنج نرم نشه، خیلی آروم شستمش، این املاحش و حالا یه خاکی چیزی روش داره بره. بعد یه بند انگشت روش آب گذاشتم باشه. حالا الان چون خیس خورده این شده نیم بند انگشت. با همین آب میذاریم بپزه که برنج کتمون آماده بشه. حالا این نکته داره، برنج کته درست کردن خیلی نکته داره که کته خوب در بیارین. کته های من بی‌نظیره. حالا الان که میخوام کته درست کنم تو همین فیلم آموزش برنج کته رو میگم بهتون که چه جوریه، که خلاصه اینم یاد بگیرید. ما برنجمون رو که اینجا خیس خورد باید بهش روغن اضافه کنیم. حالا 1-2 قاشق. من الان هم اینجا 1-2 قاشق چون مونده روغنم میریزم توش. آره دقیقاً
یه 2 قاشقی هم روغن. 2 قاشق روغن. میتونید حالا یه ذره زعفرون یا یه ذره زردچوبه بهش بزنین، این باعث میشه که یه ذره رنگ خوبی بگیره، یا اینکه نزنید بذارید خودش سفید بمونه. حالا من نمیزنم الان چون نمیخوام درست کنم، بذارید در مورد برنج بعد صحبت کنیم. مرغمون که دو طرفش سرخ شد، نوبت چیه؟ رب توی ترش کباب گیلانی خیلی نقش ویژه‌ای داره. ما اندازه 2 قاشق غذاخوری رب رو هم کنار مرغ‌ها تفت میدیم. نکته بخوام بگم این که آقا رب رو همیشه تفت بدیم، این باعث میشه که هم طعمش هم رنگش قوی تر بشه. من رب رو همین کنار تفت میدم. مرغم هم که داره اونور آماده میشه. آب جوش هم میخوایم، بذار من کتری رو روشن کنم. آب جوش میخوایم که بهش اضافه کنیم که مرغ بپزه دیگه. رب هم این بغل تفت میدیم تا عطر و رنگ رب آزاد بشه. رب تقریبا همیشه باید یه 2-3 دقیقه تفت بخوره که قشنگ رنگش آزاد شه. حالا من نمک و فلفل و زردچوبه اینا رو همیشه همون اول به مرغ که میزنم دیگه اضافه نمی کنم بهش، ولی اون اواخر پخت هر غذایی شما میتونین یه تستی بزنین. اگه دیدین مثلا نیاز به نمک و فلفل اینا داره، اون آخر سر بهش اضافه میکنین، تقریبا 10 دقیقه آخر که یه ذره طعم هم به خورش بشینه. در مورد اسم این غذا می‌خواستم صحبت کنم که چرا اسمش ترش کباب گیلانیه. کباب هیچ چیزی تو این غذا کباب نمیشه، پس ترش کباب چیه داستانش؟ خب چند تا صحبت وجود داره در این زمینه. مثلا این که میگن کباب، مثلا مرغا ردبندی‌های سنی مختلفشون اسمای مختلفی داشتن. بهترین تایم برای اینکه حالا مرغ رو سرش رو ببرن و دیگه غذا باش درست کنن، یه تایم یکی توی اون بازه، مثلا مرغ مثلا میگم 6 ماهه رو بهش میگن کبابی، یعنی اسم اون مرغ زنده‌ای که داره راه میره بهش میگن کبابیه. حالا چرا این غذا ترش کبابه؟ به این دلیل که با اون جوجه ها درست میشده و بهش میگن ترش کباب. یه روایت دیگه اینه که این غذا بادمجون داره و برای گیلانیا بادمجون انقدر عزیزه و انقدر خوشمزه و دوست داشتنی مثل کباب میمونه. بادمجون این غذا کبابی نمیشه، سرخ میشه. حالا من بادمجون سرخ شده داشتم دیگه، همون سرخ شده رو آخر سر بهش اضافه میکنم، ولی بادمجون این غذا باعث میشه که اسمش بشه ترش کباب. حالا جالبه، ترش کباب با کباب ترش فرق میکنه، این دو تا غذای مختلفه دیگه. حالا شمالی‌ها نمیدونم چرا اینقدر اسم کباب توی غذاهاشون هست، مثلا کاله کباب، گمج کباب، ایناش کنیم کبابم ربطی به کباب نداره. خب ببینید من الان ربامم رنگشون قشنگ آزاد شده و تفت خوردن، این ورم که مرغام هم سرخ شدن. ظرفمو میبینین چقدر جذابه، این ظرف سفالیه که روش لعاب دادن دیگه. کسایی که گیلان رفتن یا ویدیوهای غذاهای شمالی من رو قبلا دیده باشن دیدن من اکثرا توی اینا درست میکنم. ظروفیه که باید با حرارت کم توشون غذا درست بشه و این آروم پختن غذا توی این ظرفا واقعا معرکه است. یعنی غذایی که توی گمج و این ظروف سفالی درست میشه حرف نداره. حالا اگه ایران باشین برای تهیه اینا، من دوستم با همکاری دوستم یه پیجی هم زدیم، کم کم داره راه میفته که این ظروف رو هم میتونید ازشون تهیه کنید. پیجش هم پیله دکان، یعنی به زبون گیلانی میشه دکان یعنی مغازه بزرگ، پیله یعنی بزرگ. پیله دکان یعنی PILE DOKAN، پیله دکان می نویسم اینجا، الان توی ویدیو نوشتم این پایین. تو پیله دکان میتونید سفارش انواع گمجا و ظروف سفالی و اینا رو هم بدین و برای ایران ارسال میکنه دوستم براتون. کیفیتش هم حرف نداره، میبینید دیگه من دارم غذا رو توش درست میکنم و هیچ مشکلی هم برای درست کردن غذا توی این ظرفا نیست. خب
مرحله بعدی اینه که ما مرغمون سرخ شده، ربم که تفت دادیم رنگش آزاد شده. حالا پیازا رو یه شکاف کوچولو، نصف نشه، یه شکاف کوچولو روشون میدیم و به این صورت اضافه میکنیم به داستانمون. خب واقعا انقدر گشنمه، این رنگو که میبینم واقعا هوس برانگیزه. نگاه کن آخه، جای زیتون پرورده خالیه. متاسفانه زیتون ندارم که یه ذره گردو و حالواشو تو چاق و اینا قاطیش کنم، یه زیتون پروردم کنارش بخوریم. خدا رو شکر، خدا رو شکر باقالیه رو گرفتم. خب این مواد من تفت خورده، الان وقت اضافه کردن آبجوشه که من حدوداً برای این مقدار یه 2 لیوان آبجوش بهش اضافه میکنم. الان لیوان یه 2 لیوان آبجوشم که بریزم توش دیگه، میذارم این بپزه. میرم سراغ برنج کته. خب این 1 لیوان، خب 2 لیوان هم نمیخواد. اینم چرا 2 لیوان خواست، اوکی. این بمونه 1 ساعت بپزه. بعد از 1 ساعت میگم باید چیکارش کنیم. 1 ساعت نه، مثلا این الان 40 دقیقه بپزه، میریم سراغ مراحل بعدیش. همینجا من برم سراغ برنج کته، چون برنج کته هم 1 ساعت کار داره، ما هم 1 ساعت دیگه غذامون کار داره. خب پس برای برنج کته چیکار میکنیم؟ روغن که توش ریختم، زیرش زیاد روشنش میکنم تا به قلقل بیفته و آبی که داریم با چشم می‌بینیم خشک بشه. پس من برنجو که خیس کردم بهش نمکم زدم. نمک رو گفتم برای مثلا 2 پیمونه برنج من 1 قاشق و نیم، 1 قاشق چایخوری و نیم، 1.5 قاشق چایخوری نمک بهش اضافه کردم. 2 قاشق هم روغن. شعله‌اش زیاد این بجوشه، قلقل که کرد و آبش که خشک شد، یعنی خشک نه دیگه، با چشم روش آب نمیدیدم. وقتی که با چشم دیگه روش آب نمیدم هنوز زیرش آبه. اینجا درش رو میذارم، شعله رو میام ملایم میکنم، کم نه، الان زیاد متوسطش میکنم و صبر میکنم تا آبش کامل خشک بشه. از کجا میفهمم خشک شده؟ میگم بهتون، بذارید خشک شده بهتون میگم. خب این اینجا، اینم اینجا. حالا چه کارایی مونده برای این غذا ما انجام بدیم؟ گوجه رو سرخ کنیم. اینا رو من اینجا وردارم. گوجه رو باید سرخ کنیم. بادمجون سرخ شده هم که دارم. سیب زمینی ها رو سرخ کنیم. بذارید این جوش بیاد، آبش کم شه، بعد دوباره من فیلمو رام میکنم. الان بذارید پاز بزنم. خب من فیلم برداری رو یه لحظه قطع کردم که برنج آبش کامل خشک بشه. حالا از اونجا چون دوربین گذاشتم رو پایه معلوم نیست، ولی رو سطحش من دیگه هیچ آبی نمیبینم، ولی هنوز توش آبه. اینجا درش رو میذارم. درش که میذارم گفتم حرارتش رو یه ذره کم میکنم. بذار اینو من بردارم، یه ذره کم میکنم، ولی هنوز کمش نکردم. حالا نکتهش چیه؟ اینکه اینجا باید وایسیم تا آب برنج کاملا خشک بشه. و کی خشک شده؟ اون زمانی که حالا قدیمی ها می‌ذارن دستش می‌ذارن دیواره های ظرف جلز ولز که میکرد میگفتن خشک شده. ولی خب دستتون رو یه ذره زیر آب خیس کنید، بپاشید رو دیوارش، جلز ولز که کرد یعنی آماده است. من اون تابه سفالیم رو هم گذاشتم اونور و مایتابه رو میذارم اینجا که توی این بازه زمانی بریم سراغ سرخ کردن سیب زمینی و گوجه. توی این چند ثانیه‌ای که منتظر بودم که حالا آبمون بجوشه و تموم شه، من باقالی‌ها رو آماده کردم که تا غذا حاضر میشه دیگه باقالی هم حاضر باشه. 2 تا ظرف هم بود شستم که آخه تو اینستاگرام من همیشه عکس میذارم، بعد میگم که چقدر ظرف کثیفه و کی میخواد بشوره و اینا. همه میگن که با یکی همون لحظه بشور دیگه. میگم آقا دارم فیلم برداری میکنم. حالا الان چون من دوربین گذاشتم اونجا تکونش نمیدم دیگه، خب ظرفم شستم، ولی اون زمانی که میخوام فیلم برداری کنم هی بعد پایه جابجا کنم، اینوری کنم اونوری کنم، واقعا نمیشه. ظرفا تلمبار میشه. مکافات. من روشن کردم. آره روشن. یه لحظه شک کردم، گفتم
این میکروفون رو روشن کردم یا نه صدا ضبط نشه یه وقت. خب ما بریم سراغ یه کاری رو نکردیم، دیدین چی شد؟ سیب زمینیمون رو آبکش نکردیم. سیب زمینیه رو دیگر نشاستش شسته شده، ما آبکشش میکنیم و دوباره با آب سرد یه مقدار بهش آب میزنیم و این الان باید بمونه خشک بشه و وقتی خشک شد سرخش کنیم. پس الان نمیتونم سرخش کنم، این یه ذره بمونه آبش بره که وقتی میریزم تو روغن نپره و اینا. خب بذار ببینم این چی شد. ببینید الان وقتی بهش آب میپاشم هیچ اتفاق خاصی نمیفته. ببینید نه، آب به آتیش میخوره صدا میده، دیواره های قابلمه هیچ جلز ولزی نمیکنه. این یعنی که هنوز لای برنجایی که رو همون داخل آب هست. وقتی جلز ولز کرد یعنی که اوکی شده، آبش خوش شده. حرارت رو کم کم میکنیم، تقریبا 40 دقیقه طول میکشه تا برنج کتمون آماده بشه. هر وقت خواستید برنج درست کنین خواصش حفظ بشه و اینا، برنجتون رو به همین روشی که من گفتم کته درست کنین. دیگه تو اینا که اینستاگرام من دنبال میکنن شاهدن، خیلیا ماشین لباسشویی هم بالاخره کارش تموم شد، کشت ما رو اینقدر صدا داد. خیلیا برنج کته رو به روش من درست کردم و هی پیام میدن خدا رو شکر. من خیلی خوشحال میشم که میگن آقا از وقتی تو این برنج کته رو با این روش به ما یاد دادی اصلا مسیر زندگیمون عوض شده، خوشبخت شدیم. نه ولی برنج کته رو میگن آقا دیگه واقعا خیلی راضیان. واقعا این روش بهترین روش برای درست کردن برنج کته است که برنجتون قشنگ دون میشه، یه تدیگ خیلی خوب میبنده زیرش رو، عالیه. خب پس من دیگه برنج گفتم دیگه، اینجا دوباره ویدیو رو پاز بزنم تا سیب زمینی اوکی بشه بیام سرخشون کنم. برنجمون وقتی آب میپاشیدیم بهش جلز ولز میکرد، شعله رو کم کم میکنیم، نیم ساعت 40 دقیقه اینجوری میبینید جلز ولز میکنه. اینجا ما باید حرارت رو کم کم کنیم، همینجوری نیم ساعت 40 دقیقه دیگه برنجم حاضره. بعد وقتی خواستم برم سر خورشت برمیگردم. سیب زمینی هم سرخ میکنیم دیگه، فیلم نگیرم، روغن رو داغ میکنم. سیب زمینی که خوش شد زیاد توش نمیریزم یه جوری که سیب زمینی ها بتونن برقصن تو روغن. سیب زمینی رو اضافه میکنم، کم کم سیب زمینی رو سرخ میکنم میذارم کنار. گوجه رو هم از وسط نصف میکنم و گوجه ها رو هم سرخ میکنم. این موارد فکر میکنم نیازی فیلم گرفتن دیگه نداشته باشه چون هیچ نکته خاصی نداره. روغن که داغ شد سیب زمینی رو اضافه میکنم، سرخشون میکنم. آخر سر میتونم یه ذره زردچوبم به سیب زمینی ها بزنم که یه مقدار خوش رنگ تر بشن. سیب زمینی ها سرخ شدن میذارمشون کنار. توی همون روغن این 3 تا گوجه رو هم سرخ میکنم. این مراحل دیگه من فیلم نمیگیرم. وقتی خواستم برگردم بقیه درست کردن مراحل درست کردن ترش کبابو بهتون بگم، اونجا دوباره ویدیو رو شروع میکنم و فیلم میگیرم. پس بریم اونجا برمیگردیم فعلا. خب من یه نکته یادم اومد دوباره ویدیو رو شروع کردم، اونم اینه که حالا سیب زمینی که دارن اونور سرخ میشن، این سیب زمینی‌ها رو من تا از روغن در میارم داغن بهشون نمک اضافه میکنم. این کار باعث میشه هم نمک قشنگ به خوردشون بره و همین این که ترتر بشن و جذب روغنشون هم کم میشه. پس تا سرخشون میکنین درشون میایین از روغن بهشون نمک بزنین. نکته بعدی، ما مرغمون پخته، درشون میذاریم اینور و این مرغا رو از آب مرغ خارج میکنیم. یه چند دقیقه میذارمش اینجا که یه ذره خشک بشه، چون میخوام دوباره سرخش کنم توی روغن آب نداشته باشه که آبش بپره. پس مرغ رو یه چند دقیقه میذارم اینجا که خشکه. اینم که از آب مرغمونه و پیاز که حالا باید بهش چی اضافه کنیم؟ آبگوره. اندازه 1 فنجون ما آبگوره بهش اضافه میکنیم. چاشنی این غذا آبگوره است. خب اینم 1 فنجون آبگوره و یه چند دقیقه حالا بگذره. من اون سیب زمینیه رو که در آوردم اونور میبینید داره سرخ میشه، اونو در میارم میذارم اینجا، یه مقدار نمک بهش میزنم و میذارمشون کنار. گوجه رو سرخ میکنم. بعد میریم سراغ سرخ کردن مرغا.
من گوجه‌هامو خورد کردم، اومدم سرخشون کنم، گفتم چه کاریه، بذار اول مرغ رو سرخ کنم که در آخر گوجه رو سرخ کنیم که گوجه روغن رو خراب نکنه. من مرغام خشکن کاملا، روغنم هم داغ داغ. نکتهش چیه؟ نکته سرخ کردن مرغ، روغن داغ داغ، حرارت کمترین حالت ممکن قبل از خاموش شدن. حرارت که نگاه کنید چقدر آروم جلز ولز میکنه. این یه ذره آب داره جلز ولز میکنه، وگرنه حرارت کمه. خب با حرارت کم این آروم آروم چند دقیقه‌ای بذارید دور تا دورش سرخ بشه. اونم که بهش آبگوره اضافه کرده بودم به ظرف اگه یادتون باشه. مرغه که دور تا دورش سرخ شد برش میگردونم تو قابلمه، در حد 10 دقیقه توی قابلمه باز بمونه، یه ذره آبگوره هم به خوردش بره. بادمجون رو هم باید بهش اضافه کنیم. سیب زمینی اونم که آماده است، جاتون خالی. خب رفقای جان، مرغای ما هم سرخ شد، اینم از بادمجونای سرخ کردم. اون سیب زمینی هم آماده است. گوجه هم که اونجاست داره سرخ میشه که گوجه رو دیگه به خودش اضافه نمی‌کنیم، فقط برای تزیین غذا آخر سر روش میچینیم. پس تا گوجه هامون سرخ میشن ما میایم سراغ خورشتمون که پیازاش چه دلبری هم میکنن. خب بادمجونای سرخ شده رو میذارم توش، ببخشید اشتباه گفتم، مرغای سرخ شده رو میذارم توی خورشت و بعد بادمجونا رو. حالا دقت کنید اینا برای اینکه له نشه من یه ذره بادمجون بیشتر از 10 دقیقه یه ربع توی خورشت نمونه بچه‌ها، چون له میشه. بادمجونم من میچینم روشو، درش رو میذاریم 10 دقیقه الی 1 ربع دیگه خورشت ترش کباب ما حاضره با سیب زمینی و اونم که گوجه. حالا یه کاری هم میتونید بکنید، اونم اینه که 20 دقیقه آخر، نیم ساعت آخر یه مشت از این سیب زمینی ها رو هم بهش اضافه کنین. این هم خوشمزه ترش میکنه خورشت رو، هم لعاب بهش میده. پس اون میره توشو، اینم که واسه کنار غذا. 10 دقیقه یه ربع دیگه ترش کباب داریم آقا، ترش کباب. اینم که باقالی خام. 1 ربع گذشت و غذای ما حاضره. خاموشش میکنیم ببینیم چی شده. هنوزم داره قلقل میکنه. این فوق‌العاده است. درست کردن غذا توی گمج و ظرفای سفالی بی‌نظیره. حالا گوجه هایی که سرخ کردم رو میچینم کنارش و توی همین ظرفم دیگه سرو میشه. یه مقدارم سیب زمینی میریزیم اینجا و ببینید آخه اینجا رو، فوق‌العاده است. جاتون خالیه. حتما بهتون پیشنهاد میکنم که این غذای جذاب و لذیذ رو درست کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. من برم سراغ برنج کته و ببینیم چی شد. این قابلمه‌ای که گرفتم ایرانیه، به غایت مزخرفه، با اینکه اصلا ازش استفاده خاصی نکردم ولی خب میچسبه. امیدوارم که خوب برگرده که تلیگش رو قشنگ ببینیم. بسم الله الرحمن. برگشت الکی پشت سرش حرف زدیم. جنس ایرانی خیلی خوبه. اینجا رو نگاه کنید، برنج کته رو نگاه کنید آخه. درست کنید، روشی که بهتون گفتم حرف نداره. این آموزش عالی بوده، یه غذای خیلی آسون 1 ساعته. ببینید چی درست کردیم. برنج کته این شکلی، خورش این شکلی. پیشنهاد میکنم حتما درستش کنید و در کنار عزیزانتون نوش جانتون کنید. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. مقدار مواد لازم برای درست کردن ترش کباب رو هم توی کپشن براتون می‌نویسم. چیز زیادی هم نیست، سیب زمینی و گوجه و بادمجون و یه 2 قاشق رب و مرغ. این غذای ساده رو پیشنهاد میکنم حتما امتحان کنید. ببینید چه برنج کته، یعنی اینا هم تدیگ خوبی داره هم برنج قشنگ دونه دونه.
خلاصه که کپشن رو حتما بخونین. من مقدار مواد لازم رو هم اونجا براتون نوشتم، درستش کنید و لذتش رو ببرید. خیلی ممنون که تا اینجا من همراه بودین. تا یه آموزش جذاب دیگه، خدا نگهدارتون. واقعا عالیه.